کلانترین گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان در منطقه شمال کشور حال نگران کننده دارد. جویها پر از افلاسی و زباله‌های پلاستیکی و پرتوهاست. از گذرگاه فاتح آباد واقع در حدود ناحیه مسجد در یک شبانه روز هزارها مسافران و صدها نقلیات روا میکنند، ولی از کار خدمات آن شکوه‌ها زیاد است. مقامداران حکومت محلی میگویند که برای برطرف کردن این مشکلات چاره‌ها اندیشیدند، ولی نتیجه نظررس نداد. سودیم من گشته با سه زبان بوکلیت بر هر یک توشون دادیم، جوهای معین جوهای هم معین کردیم، با همین دیگه نکرده چی خیلی از کل هم منطقه خیلی موندگی است. من یک هفته دو بار میرم، اكو باور که نمیشه چی فهمونیم، هم با روسی گفته فهمودیم، با انگلیسی هم فهمودیم، با تاجیکی هم فهمودیم، همون چی مون. پیشتر مسئولان بخش حفظی محیط زیست در ناحیه مسجد گفته بودند که قطی‌های علاوگی گذاشته با تعیین جریمه دوربین‌های نظارتی گذاشتند. مشکلی اساسی افلاس شدن راه و جویبارها و گفته این مسئول حفظی محیط زیست رعایت نکردن قاعده‌های بهداشت و در جای معین شده نپرتافتن زباله هاست. در 6 ماه سپری شده تقریباً 40 نفر جریمه شدند. این مسئله در نشست خبری رئیس ناحیه مسجد هر دفعه باعث به عصبانیت و تکرار به تکرار ذکر کردن این مشکلات می شود. اعظم علیزاده رئیس ناحیه در این کار اساساً بارکش‌های بین المللی را سببگار می داند. در همین حال یگان راننده بارکش در نزدیکی گذرگاه فاتح آباد آماده نشد که در نزد دوربین این مسئله را شرح دهد. برخی از آنها در صحبت حضوری گفتند که بنابر پولکی بودن حاجتخانه در توقفگاه و بی‌بندوباری و انتظاری‌های طولانی در گذرگاه چنین حالت‌ها به وجود می‌آید. شرکتایی که اونها را خدمترسانی میگن خدمترسان برای اونها میکنن، خطی اونها قطعی خوشگی منزل کاملی ما شرطمون نمیکنن. 2000 سوم در یک ماه بود است، من ازش دستری ما با یک توریست میاد چی میگه که انا با همین گپ و همه چیش با نام ما با کمی دیگرو میگن هم خیلی سودا. نظری مسئولان توقفگاه تاجیک ونشترانس در نزدیکی گذرگاه به این مسئله معلوم نیست. با وجود آنکه گذرگاه نقطه آخرین راه پولکی دوشنبه چناق است، مسئولیت تازگی محیط اطراف به دوش کیست ناروشن میماند. گذرگاه فاتح آباد تاجیکستان با آیبک ازبکستان یکی از پررواترین مسیر در بین تقریباً 15 گذرگاه میان دو کشور دانسته می شود. مسافران اینجا قبلا از پلیس‌دانی نظامیان و رانندگان بارکش از گران شدن گذرنامه شکایت داشتند که بعداً تا جای حل خود را پیدا کرد. همکنون مقامات محلی امید دارند که رسانه‌ای شدن آلودگی‌های محیط اطراف شاید برخی را به احتیاطکاری و مسئولیت شناسی وادار می‌کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی ناحیه مسجد.